اخبار کوتاه، دقیق و مهم روز سه شنبه. عبدالحق حماد رئیس نظارت بر رسانه‌های وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید در حال حاضر بیش از 200 رسانه صوتی در افغانستان فعال هستند و ادعای نهادهای حمایت کننده از رسانه‌ها را مبنی بر متوقف کردن صدها رسانه از سوی امارت اسلامی را به اساس می‌داند. معاونیت اقتصادی ریاست الوزراء میگوید 28433 تن گدا از مناطق مختلف شهر کابل توسط کمیته جمع‌آوری گدایان تا 24 ماه دلو سال 1401 هجری شمسی جمع‌آوری شده است. شاروالی کابل میگوید با نظارت مسئولین ناحیه هفتم بر بازارها 700 کیلوگرم مواد غذایی بی‌کیفیت که تاریخ مصرف آنها تمام شده بود جمع‌آوری و جهت از بین بردن به محل مشخص شده ایشان انتقال داده شد. محاکم ولایت فاریاب در 6 ماه اول سال 1401 هجری شمسی علاوه بر حل و فصل 1969 قضیه 3354 وثایق مختلف دیگر را نیز اجرا کرده است. وزارت امور داخله میگوید پلیس در 24 ساعت گذشته 21 تن را در پیوند به سرقت، آدمربایی، قمار، آزار و اذیت مردم در 5 ولایت کشور بازداشت کرده است. مسئولین بندر تورخم میگوید روزانه 30 میلیون افغانی از صادرات و واردات کالاهای تجارتی جمع‌آوری می‌نماید. وزارت صحت عامه میگوید بر رهبری دکتر قلندر عباد از پارک تکنولوژی پردیس و نمایشگاه بنیان دانش در ایران بازدید نمودند. همچنین می‌افزاید آقای عباد از مسئولین بخش‌های مربوطه ایشان خواست تا در افغانستان سرمایه‌گذاری نماید و تجربیات خود را در زمینه تکنولوژی طبی با افغان‌ها در میان بگذارند. وزارت کار و امور اجتماعی میگوید 26 دلو سال جاری در تمام کشور رخصتی عمومی می باشد. 26 ماه دلو سال 1401 هجری شمسی برابر است با 34مین سالگرد شکست قشون سرخ شوروی سابق در افغانستان.